بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. شنوندگان وفادار و سخنشناس، از طرف میهمانان گرانقدر و شاعران ارجمند و هنروران ارزشمند به شما درود می‌فرستم. درودی پر از صمیمیت و خلوص، و اجازه می‌خواهم که میهمانان و شاعران و هنرمندان این هفته بزم شاعران را به شما معرفی کنم. میهمان گرامی ما سرکار خانم دکتر فرخرو پارسا، معاون محترم وزارت آموزش و پرورش هستند و شاعران گرانمایه ما عبارتند از جناب آقای محمد دانش بزرگنیا، آقایان محمود گلشن کردستانی و ابوتراب جلی. گویندگان ارجمندی که در جای خود اشعار شاعران را روایت خواهند کرد خانم فیروزه امیرمعز و آقایان رضاییان و امیر نوری هستند و هنرمندان پرشور این بزم آقایان گلپایگانی و فرهنگ شریف خواهند بود. نکته رو که بنده میخواستم با شما شنوندگان عزیز در میان بگذارم این است که عده‌ای از شنوندگان معتقدند که جنبه شوخی و طیبت در برنامه بزم شاعران کم باشد یا اصولاً نباشد، و عده‌ای معتقدند که برنامه را بیشتر با شوخی بیاموزیم. به هر حال چون برنامه متعلق به شماست، از شما استمداد میکنیم که نظر خودتون رو در این باره به ما بنویسید که آیا شوخی و طیبت در این برنامه نباشه یا باشه، یا اگر باشه چگونه باشه. خب از خانم دکتر پارسا باید شروع بکنیم، مثل این که صحبتی بفرمان و خاطره، حرفی، نصیحتی، پیامی. بله خانم. استفاده میکنم قربون بنده. خیلی متشکرم از اینکه فرصت شرکت در این برنامه‌ای که واقعا پر از احساس و لطف و دانش تسلط بر کلامه به من دادید. البته باید عرض بکنم که با اینکه هیچ وقت شاعر نبودم ولی همیشه از شعر لذت بردم و حتی در خانواده و سنین کودکی و جوانی همیشه سعی کردم که احساس کلام رو در شعر درک بکنم، به طوری که شاید در سن 14-15 سالگی حافظ و مولوی رو از حفظ بودم و کوشش میکردیم که در خانه مخصوصا به مشاعره مشغول بشیم و بیشتر سعی میکردیم که هر روز چیزهای تازه تری یاد بگیریم. مخصوصا به دنبال این بودیم که شعرهای مشکلی که آخرش به کلمات مشکل مثل لام و سه و زال و اینها ختم میشه پیدا بکنیم از این ابیات بازم حفظ هست و دیگران رو در مضیقه بذاریم. و خوب یادم هست که حتی افراد مسن خانم در این کار با ما شرکت میکردن و از جزء خاطراتی که برای من مونده این هست که اونها بین کلمات سین و سات و سه در جواب دادن تفاوتی نمیذاشتن و این حرف همیشه برای ما مورد خنده بود که وقتی که ما شعر رو به سین ختم می‌کردیم یکی از اونها با سات جواب ما رو میداد و میگفت هیچ تفاوتی نیست، هر دوش یک صدا داره. و البته خب برای فارسی زبان واقعا هم همینطوره. عرب مخارج حروف مطرحه. بله شاید هم همینجور بوده. و به علاوه همونجور که عرض کردم رقابت بسیار زیادی بود در اینکه هر روز شعر تازه‌تری حفظ بکنیم. حالا هم من این کار رو با فرزندان خودم میکنم و اغلب در مواقعی که دور هم هستیم و نشستیم بهترین تفریحمون واقعا مشاعره است. البته من حالا دیگه از اونا بسیار عقب‌ترم از لحاظ اینکه یا یه مقدار فراموش کردم یا دیگه فرصتی برای یاد گرفتن شعر تازه نیست، ولی باز هم باید عرض بکنم که شعر یک کلام پرقدرت و با نفوذ و واقعا انسان احساس میکنه که از یک شعر خوب تا چه حد میتونه لذت ببره و به همین جهت هم من کلامم کوتاه میکنم برای اینکه به اشعار پر معنا و نغز آقایون بتونم گوش بدم. بسیار متشکرم که بیانی فرمودید و بنده یک متممی برای بیان حضرت علی دارم و این است که شعر به موازات زندگی مردم در حرکته. ما میبینیم تا شیرخوار بودیم لایلای گرم مادر رو با شعر میشنیدیم، به کودکستان رفتیم اون تصانیف و ترانه‌های معصومانه ایام کودکی رو با شعر به ما یاد می‌دادن. به دبستان رفتیم
پند استاد رو به ما سرمشق بزن با شعر، جور استاد بهز مهر پدر، ادب مرد بهز دولت اوست. با نثر به ما سرمشق نمیدادن. بعد دبیرستان رفتیم همینطور، اونا که عارف میشن زبان ثنا یا عطار رو میفهمن، باز با زبان شعر. عاشق میشن با زبان سعدی عشق ورزی میکنن، با زبان حافظ عشق ورزی میکنن. واقعا شعر فارسی جز خون مردم ایرانی و به همین دلیله که این برنامه تونسته جای خودشو در بین مردم ادب دوست باز کنه. این متممی بود برای مطالب گرم و داغ سرکار. خب در ضمن برنامه اگر باز به یادتون مطلبی آمد، صحبتی آمد، اینجا بعض ما خیلی خودمونیه و ما استفاده خواهیم کرد از بیانات. و اجازه فرمایید که پس از جناب آقای دانش خواهش بکنیم که قسمت شعری ما رو ایشون آغاز فرمایید. آمادگی دارید جناب آقای دانش؟ بله. بفرمایید از چند سالگی سرکار شروع به شاعری کردید؟ بنده خیلی کودک بودم که شروع کردم به شعر بزنم. الان چند سالتونه معذرت میخوام؟ الان برای اینکه من از نظر قیافه سنی تشخیص بدم میخوام شنوندگان بیشتر. این سوالو نفهمیدم. از کنم همون جنوبرک اصولا حضرت عالی میدونید فن بنده قصیده سرایی است. بله بله، قصیده محروزان شناگرتون هم خیلی معروف هست. بله و اون وقت این گاهی هم یه چیزهایی از قبیل یه غزلیات و فلان هایی میسازم. بالاخره غزلی چند سال. خب این تحاشی رو کردن، شاید هم راضی نباشن که ما دست بردار نیستیم قربون. باید باید خواهش بکنیم معالیم شعرا شناسنامه‌هاشون هم بیارن. برای اینکه یک غزلی ساختم به یک مناسبتی که حالا اینجا به نظر مبارک میرسونم. منم سه هجر تو در رنج بی حساب امشب، نموده چشم من از خواب اعتصاب امشب. بر آن سر است که این چشم دور مانده ز دوست، بساط عمر مرا افکند براب امشب. ز دوری رخت ای آفتاب رو، عجب است که زنده مانم تا تیغ آفتاب امشب. فلک مرا به جفا بردن انتخاب نمود. فلک مرا به جفا بردن انتخاب نمود. ببین نتیجه این حسن انتخاب. خیلی حسن انتخاب. به جز عتاب و خطاب و فراق و مهجوری، کتاب وقت مرا نیست فصل و باب امشب. شب فراق تو انده فضاست باده ناب، به جز خمار ندیدیم از شراب امشب. بدیده روی تو را دور ماه میتابد. متوجه نشدم. بدیده روی تو را دور ماه میتابد، ببین وقاحت بی حد ماهتاب امشب. یعنی منظور چشم ماه دور دیده. بله. تو غایب از نظر و ماه آسمان حق بود، ابر تیره به رخ برکشد نقاب امشب. فغان و درد که از چشم بد به دور افتاد، ز نکته گوییت این گوش نکته یاب امشب. نه لذت است به چنگ و رباب دانش را، چون نیست چنگ فریبنده رباب امشب. حالا یک شعر دومی هم برای سرکار پیش بینی شده و اگر حاضره لطف فرمایید با آقای امیر نوری. آقای نوری با کمال افتخار. آقای شریف خواهش میکنم که عنایتی بفرمایید. دل برد و نهان گشت و ندارم خبر از او. دل برد و نهان گشت و ندارم خبر از او، جز در دل مجروح نیابم اثر از او. او رفت ولی در من دلخسته به جا ماند، خون دل و سیلاب غم و چشم تر از او.
چون صورت فتانه گلی را نشناسم، زیباتر و شادابتر و تازه تر از او. عاشق شدن و کشتن عاشق هنر اوست. عاشق شدن و کشتن عاشق هنر اوست. بن شیوه ندیدم ز نکویان مگر از او. شیدایی و تسلیم و رضا سر به سر از من، نازک دلی و قهر و ادا سر به سر از او. گلزار ادب جلوگر از گفته دانش، چون گل که بود باغ ارم جلوگر از او. متشکرم. آقای جلی، سرکار نوبتتونه که شعری بفرمایید. سر حال اومدید با خوندن شعر آقای نوری و شعر آقای دانش و ساز آقای شریف. الله، همه اینا برای من حال انگیز بودن و بسیار خوشبختم که قیافه بنده برای شما لطف ملال انگیز بودی. جاذبه لطف شما منو از زاویه‌ای که درش نه، شما برای این حال اضافه میکنید، آنچنان را آنچنان تر میکنید حتما. و خواهش میکنم که غزلی شروع بفرمایید و باز خواهش میکنم غزل بعدتون یا شعر بعدتون رو از خانم امیرمعز خواهش خواهیم کرد بخونید. با اجازهتون. خواهش میکنم. چون غبار ره گرفتم دامن هر ره گذاری، شاید از ره بگذری بر دامنت افتد غباری. بسیار خیلی. گفته بودی صبر کن تا یک شب امیدت برآید، ره که در امید یک شب صبر کردم روزگاری. بسیار بسیار خیلی. گفته بودی صبر کن تا یک شب امیدت برآید، من که در امید یک شب صبر کردم روزگاری. خیلی قشنگه. زهر جنسوز بلا در مشرب امیدواران شهد باشد، گر به امیدی رسد امیدوار. بسیار بسیار. سالها دل خسته از بار غم ایام بودم، ای غمت نازم که از دوش دلم برداشت بار. بسیار. به این بیت بازم بفرمایید آقای جلی. سالها دل خسته از بار غم ایام بودم، ای غمت نازم که از دوش دلم برداشت بار. تا تو را سرسبز و خرم بنگرم ای سرو سرکش، از سرشک دیده در پایت گشودم جوی باری. بسیار. خسته شد بال و پرم بس در بیابانها پریدم، کاش من هم آشیانی داشتم بر شاخساری. بسیار بسیار. ای من از باد خزان باشد گلستان محبت، تا در آن سر می کشد چون لاله هر سو داغداری. تا بداند سختی حال جلی را در فراقش، کاش یک شب مبتلا می شد به درد انتظار. بسیار انشالله. بسیار متشکرم. کی بود گفت انشالله؟ آقای رضاییان بودن؟ بنده بودم. یعنی اون آقای گلشن در معنای این دعای نفرین معاب بود، یعنی نفرینی بود در لباس دعا که او هم به درد انتظار مبتلا بشه. خدا رو خوش نمید، چه عاشق باشه چه معشوق، انشالله به وصل برسید آقای جلی. خب خانم امیرمعز شعر شما رو بخونم. از آقای شریف شروع بفرمایید. همیشه مایه رنج و بلا برای منی، همیشه مایه رنج و بلا برای منی، از این قرار تو دل نیستی بلای منی. بسیار بسیار.
همیشه مایه رنج و بلا برای منی. از این قرار تو دل نیستی بلای منی. صفا چگونه پذیرد میان ما ای دل، که من اسیر تو هستم تو مبتلای منی. خیلی خوب. جدا مشو دمی از پیش دیدم ای عشق، جدا مشو دمی از پیش دیدم ای عشق، که یادگار من از یار بی وفای منی. بسیار خوب. خیلی غروب کرده مرا آفتاب عمر ای غم، غروب کرده مرا آفتاب عمر ای غم، چه شد که باز تو چون سایه در قفای منی. بسیار خوب. چه وصف گویمت ای سرو بوستان کمال، چه وصف گویمت ای سرو بوستان کمال، که سرفرازتر از فکر نارسای منی. بسیار خوب. خیلی جلی چنان به تو بیگانه وار می نگرم، که کس گمان نکند هرگز آشنای منی. بسیار خوب. بسیار خوب. خب آقای شریف دوستان شعرشونو خوندن و البته شعرهای دیگه هم باقی هستن و میخوایم برای تنوع آواز بشنویم. شما سازتون کوک شده؟ بله بنده مشغول کوک کردن هستم. تمام نشده هنوز؟ پس کوک کنید آقا، عجله نداریم ماجی. تمام شد؟ خیلی خوب. آقای گلپایگانی شما هم که حنجرتون کوکه. بله خیلی خوب. حالا استفاده هم کردید از محضر شعرا و تو حال خودتون رفتی. میخوام نتیجه این حال گرفتن، حال دادن به بزم شاعران و شنوندگان عزیز باشه و شما بفرمایید که شعری که میخونید از کی اول تا بعد بنده سوالات دیگرم بکنم. غزلی که امروز من میخونم از آقای مشفق کاشانی در مایه افشاری براتون میخونم. بنده هفته پیش با آقای ایرج طی کردم که آوازی که میخونید تو درآمدها یا از اول افشاری از اول همایون نباشه. ایشان گفتن من دشتی میخونم با یه وضعی که یه قدری متغایر باشه با وضع آوازهای دیگه. حالا شما هم همین کار میفرمایید. این یه تازگی، یه بداعتی تو این آواز بگذارید. چشم. البته همیشه آوازهای تازه میخونید. مایه افشاری رو در از قره‌باغی شروع بفرمایید. قره‌باغی اشکال نداره. 24 فاصله تهران قره‌باغی نزدیکه. خب دیگه همه آمادند و آقایون شعرا حاضرن که صدای گرم آقای گلپایگانی و پنجه شیرین آقای شریف رو بشنویم.
آتش دل آتش دل گریه سر کردم به پای خویشتن سوختم چون شمع هر شب در هوای خویشتن همدم من ناله جان سوز من همدم من ناله جان سوز من باشد که نه همدمی خوشتر ندارم همدمی خوشتر ندارم از نوای خویشتن با سر زلف بتی پیمان شکن دل پریشان من پشیمان از خطای خویشتن خوب بود هم آواز شما هم ساز آقای شریف.
سر زلف بتی پیمان شکن با سر زلف بتی پیمان شکن دل پریشان من پشیمان از خطای خویشتن دل پریشان من پشیمان از خطای خویشتن. بسیار خوب. خب آقای گلشن، آوازهای گلپایگانی رو هم شنیدید، ساز آقای شریف هم شنیدید و حالا دیگه برای تنوع باید شعر شما رو بشنوید. متشکرم. صحبتی ندارید اولا؟ نه خیر، بنده معمولا اون خاطراتی که معمول بود در جلسه جناب عالی و جلسه بزم شاعران و اینا، بنده خاطره شادی آوری زیاد ندارم و بنده رو عفو بفرمایید. من یادم رفت از جناب دانش سوال کنم، یه خاطره می‌فرمودید، یه صحبتی به هر حال. خاطره‌ای که قابل عرض باشه ندارم. شما آقای جلی؟ والا من زندگیم آمیخته با خاطر است، ولی چی بگم که مناسب با این بزم ادبی باشه. یه خاطره ادبی، یک خوشمزگی از یک شاعری، یک بیان گرمی. با آقای فرات مسابقه ندارید تو انجمنی باشین؟ چرا نه، یه جریانی برای خود من چند سال پیش اومد. ممکنه بگم، گرچه ممکنه خاطره شیرینی هم نباشه. ممکنه است که آقای گلشن شعرشون رو بخونن، شما خوب فکر بکنید و اون خاطراتتون رو کاملا برای ما توجیه بفرمایید. اگر آماده گیرید الان بفرمایید، اینکه حس کردم این مرتبه بغتتا به سرکار عرض کردم آمادگی نداشته باشید. شعر آقای گلشن رو گوش بدم. اونم مانعت الجمع که نیست، اثباتش نفی معاده نمی‌کنه. نخیر جناب عالی، خاطره رو بفرمایید. عرض کنم چند سال پیش در یه نشریه ادبی کار می‌کردم. یه کسی شعری آورد، گفت رو من ساختم و برام چاپ کنید اینجا. من نگاه کردم دیدم این شعر معروفی است از یکی از شاعرای خیلی سرشناس، فقط اسمش تخلص رو عوض کرده بود و تخلص بود که وزن شعر رو به هم میزد گذاشته. این دیگه منتهای ناشیگریه برای بعضیا، چون با قدرت تخلص عوض کنن که پیدا نیست. مؤدبانه بهش گفتم که آقا شما خودتون زحمت بکشید شعری بگید. زمینه شعر و شاعری در ایران خیلی زیاده، در زبان فارسی میتونید شما شعر خوب بگید، از دیگران هم اقتباس نکنید، خودتون ابتکار داشته باشید.
این نصیحت ما رو قبول کرد و رفت. بس از مدتی برگشت و یه شعری آورد، گفت که من به نصیحت شما عمل کردم و خودم برداشتم یه شعری ساختم و آوردم. بعد این شعر رو دادم، شعر خود من آوردم. نصیحت جناب عالی خیلی مؤثر شده. این میگن نفوذ کلام. توصیه کردن که نظرم میاد مطلع اون غزل هم چند بارم چاپ شده بود. همین غزل نبود که خانم امین باز خوند؟ من همه صیاد روزی آشیان داشتم. اون آخرش ای جلی بود، این ورداشه بود ای اسماعیلیش کرده. بعد داد من نگاش کردم، گفتم واقعا شعرتون از نظر من بی عیبه، فقط اون قسمت آخرش رو اجازه بدید اصلاحش بکنم، برم چاپ کنن براتون. بعد اسماعیل رو زدم، جلیش کردم و چاپش کردم از نو. جلی کردم جاشو و همون رو چاپ کردم. این خاطره بسیار خب خاطره بامزه‌ای بود. خب آقای گلشن دیگه بهتر از این که نمیشه. آوازو شنیدید، سازو شنیدید، خاطره خوب رو شنیدید، حالا دیگه نوبت شماست. اصلا من بنده 2 قطعه شعر دارم که اینجا بخونم. یکیشو خودم میخونم، یه غزلیه، یکیشم یه 2 بیتی پیوسته است که آقای رضاییان با اون ذوق و حال و مهارتی که دارن. بله به هر حال این گویندگان هنرمندم مهمان ما هستن، باید بی‌نصیب نباشن از اینکه روایت کنن شعر آقایون رو. با اجازه خواهش میکنیم. تا نهال عشق را با اشک پروردیم ما، تا نهال عشق را با اشک پروردیم ما، بر سپهر سرفرازی سر برآوردیم ما. آبروی عشق را در چهر زرد ما نگر، آبروی عشق را در چهر زرد ما نگر، روشنی بخش جهان از آتش دردی ما. بسیار می گدازیم از شرار عشق و می بازیم جان، می گدازیم از شرار عشق و می بازیم جان. کس نکردست این چنین سودا ولی کردیم ما. مستی ما را خماری نیست غیر از نیستی، مستی ما را خماری نیست غیر از نیستی. سرخوش از صهبای درد عشق پروردیم ما. جان پاکیم و نداریم الفتی با خاکیان، جان پاکیم و نداریم الفتی با خاکیان. چون زمین با خاکساری آسمان گردیم ما. خیلی خوب بود. خیلی من استدعا میکنم مکرر بفرمایید. جان پاکیم و نداریم الفتی با خاکیان، چون زمین با خاکساری آسمان گردیم ما. بسیار بسته پیمان جان ما با آتش سوزان دل، بسته پیمان جان ما با آتش سوزان دل. گرچه خود افسرده چون خاکستر سردیم ما. از جوانی جز غباری نیست ما را در نظر، از جوانی جز غباری نیست ما را در نظر. در پی این کاروان سرگشته چون گردیم ما. جان غم پرورد ما یک دم ندید آسودگی، جان غم پرورد ما یک دم ندید آسودگی. عاشقان را کاروان سالار از این دردیم ما. بسیار شعر دردانگیز ما شد آتش افروز جهان، شعر دردانگیز ما شد آتش افروز جهان. شیوهی شیواست گلشن این که آوردیم ما. خیلی خوب. حالا نوبت کیه؟ نوبت کیه آقای سدی؟ از کی سرکار دیم؟ آقای رضاییان. آقای نوری گفتن نوبت آقای رضاییان. من توجه نداشتم. اسم این قطعه شعر آواره است. یاری میفهمید؟ انشالله که شرح حال شاعر نباشه و شرح حال گوینده و روایت کننده. آره بنده امکان داره.
خلوتگاه تنهایی ندانم، کند چون طایری فکر تو پرواز. به خلوتگاه تنهایی ندانم، کند چون طایری فکر تو پرواز. خیال تو که مرغی تیز بال است، گشاید شهپر خود را به شیراز. به خود میگویی آیا او چرا رفت، چرا دیگر سر دمسازیش نیست. ز زلف خویش میپرسی که با تو، مگر او آرزوی بازیش نیست. چو چشم از هم گشایی در دل شب، چو چشم از هم گشایی در دل شب، نگاهی خیره می آید به یادت. چه می کردم به چهره پرفروغت، به شام تیره می آید به یادت. به یاد بادخواری های دیرین، شود بر پا بساط میگساری. شبی از نشأه می چون که سرمست، خمار آلوده ای را یاد آری. شبی از نشأه می چون که سرمست، خمار آلوده ای را یاد آری. چو بانگی سوزناک آید به گوشت، به یاد آری نوای ای خدایم. سخن چون بر زبان آرند از شعر، شبی غمگین به یاد نغمه هایم. نمیدانم که دیگر کنار تو ز جای من نشان هست. به صحن خانه و بام و در آن، هنوز از جای پای من نشان هست. نشان از نامه من چون نبینی، گناه خیش را آری به خاطر. به یاد های های گریه من، به یاد های های گریه من، شود اشکی ز چشمان تو ظاهر. ندانم راستی را داری اقرار، که در پای تو من بیچاره گشتم. ندانم هیچ میدانی تو یا نه، که از دست تو من آواره گشتم. خب اگر اجازه بفرمایید بنده هم با قطع شعری از خودم به برنامه امروز خاتمه بدم. خواهش میکنم. شعری که بنده میخوام بخونم عنوانش هست موی سپید. شاید حالا بفرمایید که شما موی سپید ندارید. بله. در حالی که از دور شاید فکر بکنید و از نزدیک تک تک مویهای سپید در سر بنده هست. تازه شروع شد. آقای نوری میبینن نزدیک، چون در دونوتی من هستم. البته این شعر رو در 10 سال پیش بنده ساختم و اولین تار موی سپید که در سرم پیدا شد به من گذشته زمان رو اعلام کرد که مدت عمر گذشته و تو در غفلتی. و یک جمله‌ای هست که از یکی از بزرگان سالها به خاطر داشتم و همیشه در گوش من بود و اون عبارت این است که زندگی 2 نیمه است. نیمه اول به امید نیمه دوم می‌گذرد و نیمه دوم به حسرت نیمه اول. تا آدم جوانه میگه به سن کمال برسم چنین میکنم چنان میکنم، امید داره. وقتی به اون سن میرسه دریغ میخوره، بر جوانی از دست رفته. من در چنین حالتی این شعر ساختم و به قول ظریفی میگفت فصل شباب و جوانی از وسط کتاب زندگی افتاده. تا آدمی وقتی میبینه خطا کرده میگن آقا بچه است نفهمیده. یه وقت هم با آدم میگن آقا از تو گذشته، از تو قبیحه، خجالت داره. پس چه وقت ما مرتکب خطا بشیم و مساوی معلوم نیست. به هر حال مجموعه این کلمات و این حالات خلاقیت پیدا کرد برای ساختن این شعر و تأسف بر
زمان گذشته و از دست رفته من. آقای شریف سرکارم شروع بفرمایید. دیشب آینه رو به رویم گفت که ای جوان فصل پیری تو رسید. از دل مویهای شبرنگت تارهایی به رنگ صبح دمید. بسیار. از رخت جلوه زمان شباب همچون مرغی ز دام جسته پرید. بر جبین تو دست چرخ و فلک خط پیری 3-4 بار کشید. بی خبر جلوه شبابت کو، وان همه لطف و رنگ و آبت کو. وای آمد خزان زندگیم، از کف من گل جوانی رفت. کام نگرفته از 2 روز حیات، موسم عیش و کامرانی رفت. زرد رویی به جای ماند و ز کف رنگ و رخسار ارغوانی رفت. بسیار. رفت عمرم چو تند باد، ولی همه با رنج و سخت جانی رفت. روزگار جوانیم طی شد، وین ندانم کی آمد و کی شد. بسیار. آه این زندگی که من دیدم سر به سر مهنت و عذابی بود. بهره من ز جام ساقی دهر، خون دل بود اگر شرابی بود. بسیار. تشنه لب هر طرف دویدم، لیک بهره من زندگی سرابی بود. خانه ای را که ساختم ز امید، چون حبابی به روی آبی بود. زندگانی چو تند باد گذشت، زندگانی نبود خوابی بود. گر که با زندگی جوانی نیست، نقش زیبای زندگانی چیست؟ روز و شب هم عنان من بودند، رنجها، دردها، جداییها. غیر بیگانگی نصیب نشد، ز آشنایان و آشناییها. هر گلندام و گلرخی دیدم، داشت بویی ز بیوفاییها. دل چو آینه با صفا کردم، شد عیان نقش بی صفایی ها. با جفا پیشگان وفا کردم، دل به بیگانه آشنا کردم. یاد باد آن زمان که روز و شبان، یاد باد آن زمان که روز و شبان داشتم گوشه فراموشی. شام من بود در سر زلفی،
صبح من بود در بناگوشی، مست بودم ز نرگس مستی، گرم بودم ز گرم آغوشی. خوشه چین بودم از رخ ماهی، بوسه چین بودم از لب نوشی. بر دلم نور عشق می‌دادند، چشم گویا زبان خاموشی. از گلستان من بهار گذشت، شادی و رنج روزگار گذشت. شنوندگان حساس و صاحب دل بزم شاعران، این برنامه بدینجا پایان می‌پذیرد و بنده به همراه سرکار خانم دکتر فرخرو پارسا و آقایان دانش بزرگنیا، ابوتراب جلی، گلشن کردستانی، خانم فیروزه امیر معز و آقایان رضاییان، امیر نوری، گلپایگانی، فرهنگ شریف شما را بدرود میگوییم و برای همه شما دل شاد و بخت پیروز آرزو میکنیم. وعده ما با شما هفته دیگر همین روز و همین ساعت. روز بخیر.